رزمنده 29 ساله جنگ‌های بدون قاعده یا MMA از تاجیکستان محمد علی سیدوف را در امریکا به خاک سپردند. محمد علی سیدوف روز 18 مارس سال 2023 بر اثر جراحاتی که هنگام مشق برداشت از عالم چشم پوشید. از او 4 فرزند یتیم ماند. دلیر امری خدایف، یکی از دوستان ورزشگر مرحوم، به رادیو آزادی گفت همسر و 4 فرزند او مقیم امریکا هستند و تصمیم شد که جسدش را به وطن نفرستند. به گفته امری خدایف، محمد علی سیدوف روز 9 مارس هنگام تمرین از هوش رفته است و هنوز سبب به خونریزی مغزی گرفتار شدنش معلوم نیست. مقامات امریکا حادثه را تحقیق دارند و هنوز خلاصه نهایی اعلان نشده است. افزود دلیر امری خدایف. محمد علی سیدوف که تا حال یگان بار در میدان شکست نخورده بود، بر اثر هنگام مشق لت خوردنش روز 18 مارس سال 2023 در امریکا جان باخت. محمد علی سیدوف سال 1994 در تاجیکستان به دنیا آمده. قبلا به ورزش جوی جیسو مشغول بود. اخیرا محمد علی به MMA گذشت و در این رشته ورزش 2 پیروزی به دست آورد. یگان بار مغلوب نشده بود. متاسفانه رشته عمر این پهلوان تاجیک با چنین صورت فاجعه‌ای بر اثر جراحات هنگام مشق برداشتش کنده شد.